ایرو نه ماهانهان تماشاوان هجا نه ماهانهان لجام کردان روزه که هنکی نخوشه چما جبر کد وی روزه دا سینماکار رژیسور کردی به ناو دنگ یلماز گونی لپاریس وفات کرده بود. یلماز گونی ایرو 37 سال د سر مرنا وی را در باست بن او د سال 1937 دا لادانه جدایی که ببو روزا نه ماهانهان 1984 لپاریس د 47 سالی خود به کانسر معده وفات کرده بود. سناریست بود، در هنر بود، اکتر بود، گلکی ناسکری بود. فیلم یول یعنی ری د سال 1980 دو دیان داجی د فستیوال کان یا ناف دولتی دا لفرانسا خلاطا پالمیا زیرین ورگرت بوش خواه جغینی وی تو کرده او خلاط ورنگرتی مجی حس کرد ایرو یلماز گونی بینم بیرا خواه بینم بیرا وه